برای بچه عزیز سلام، چطوری؟ امروز اومده با عوض کردن لنت ماشین. همیشه قبلی که لنت رو عوض کنید برید خودتون لنت رو بخرید، یعنی برید پیش لوازم یدکی و لنتتون رو تهیه کنید، بعد برید سراغ کسی که میخواد عوض کنه براتون. اینطوری هزینه کمتره. بیشتر اوقات میگن برو فلان لنت رو بگو فلان کس گفته یا بگی، اینطوری خیلی مبلغ میده بالاتر. 100 شد. این یه دونه روغن ترمز همیشه بگیرین با یه دونه آب رادیات حتما تو ماشینتون بذارین، چون اگه یه جا گیر کنین یا بخواین آب رادیاتتون رو چک کنین یهو گیر میکنین، نمیتونین هر آبی داخل رادیات بریزین. حتما یه آب رادیات باید باشه یا آب مقطع، یعنی آب جوشیده شده که املاح نداشته باشه. سعی کنید داخل خرید لنت همونقدر چیز نکنید، یه لنت خوب بخرید بندازید، چون دیسکا رو لنت های مزخرف خراب میکنن. لنت باید ثابته بشه نه دیسک. لنت هم عوض کردیم. قیمت خود لنت و مجموع خریدار شد 160. 200,000 تومان مزد دست برای تعویض. مجموعاً شد 1,360,000. آره، برای تعویض لنت و اینا حتما چک کنید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.